در ادامه سفرمون با کریس آشنا شدیم از چین و تیگران از ارمنیا و حالا اینجا یه فودکورت ایستادیم در مسیر به سمت ارمنستان که آخرین وعده غذاییمون رو اینجا بخوریم. اینطوری که تیگران گفت اینجا یه فودکورت معروفه. به چه شیرینی ها و ساندویچ های خوشمزه ای داره. به کی دوست داره از اینا؟ خیلی آدم دلش میخواد از همه اینا یه دونه بگیره. اینو بچه یادتونه، این گاتای معروفشونه. بریم سراغ غذاها. خب اینجا رو ببینید که این خانم داره این نونا رو همینجا درست میکنه. وای نگم براتون که اینا چقدر خوشمزه. اینم پیراشکی هاشون. اینم اگر غذای کبابی بخواین، ساندویچ ها و باز هم دسر. اینقدر تنوع در دسر دیده بودید خداییش. چه دوناتایی. خب اینجا هم بوفه غذاشه. و پیتزا. و دوباره شیرینی و دسر. واو، یه چیزی دارن شبیه ناپلونی ما در سایز خیلی بزرگ. واو، باقلواها رو ببینید. Thank you. ببینید چه خبره اینجا. آدم میمونه اینجا چی انتخاب کنه واقعا. اینجا رو ببینید، تنورا با این نونای خوشمزه. به نظرتون همشون یه شکلن که نداره. عالیه. آقا چیزی نشد که این yes, that's it. That's right. So easy, really so easy. الان شد. الان واقعا شد. درسته که اون موقع یک خورده توهم زده بودی. ولی این گیت اصلی بود و ما وارد شدیم. الان اونجا خیلی دیگه راحت بود. نه پولمون رو چک کردن، بیممون رو. اینجا بیممون چک کردن، پولمون چک کردن، پرسیدن برای چی می‌خوایم بریم چه جوری و تمام. همه چی اوکی بود. Great. Let's go. Welcome to Georgia.
ایستگاه مترو هستیم در شهر باتومی. فقط 2 تا خط داره. ببینم خطاشو. باتومی در شهر تفلیس. تا اینجا ویدیو لذت بردید و میخواید ویدیوهای بیشتری با این موضوع ببینید لطفاً سابسکرایب کنید. خب سپیده فکر میکنی اینا چیه؟ نظرت چیه؟ اوه نباید دست بزنی. ببین گردو اینا آره کلش خورده میشه. آره من خریدم تو گارنی. بعد خب ببین آره خب یه چیز جالب دیدم. اینجا کنار خیابون پیانو رو مشاهده میکنین. به نظرتون کار میکنه؟ نه معلومه که کار نمیکنه. خسته‌اش رو میبندیم. خداحافظی میکنیم. Let's go. این آبشار طبیعی قشنگ که میبینید که از این برگا آب میچکه دقیقاً در دل شهره، در نزدیکی میدان اروپا که یکی از بخشای مرکزیه. لوکالشون هست که این مورد و این مورد توش پنیر بود، این یکی توش لوبیا بود، پنیر، این یکی توش گوشت داشت. ما این امتحان کردیم، قیمت 4 لاری و در این زمان میشه 88,000 تومان. خب انواع نونا رو اینجا داریم که بعضی توش پنیر هست، لوبیا یا گوشت. خب سپید امتحان کن ببین نظرش چیه. این توش میت داشت درسته؟ آره فکر کنم من 1 ساعت وایسیم که ساعت 4 قسمتش کرده، خیلی داغه. همین میتونیم ترای کنیم یس؟ خب صبر کنیم پس سرد شه دوباره فیلم میگیریم. ببینم تو شو سپیده. خب نبخور. مجبوری سقط سری بخوری.
خوبه. خب بزن. آره توش ترکیب گوشتی داره. قشنگ گوشت چرخ کرده. خوشمزه. یاد گوشت چرخ کردی مامان بزرگم میاد. اوکی. let's. اینم میوه های گرجستان، انجیر خوشمزه، شادوت توت فرنگی. این چیه؟ اسم اینو میدونی؟ نه. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک کنید و برای هرچه بهتر شدن ویدیوهای بعدی لطفاً نظرتون رو کامنت کنید.